سلام، به اولین قسمت از ویدیوهای این کانال خوش اومدید. توی ویدیوی قبلی که اپیزود 0 بود و در واقع معرفی این کانال بود و معرفی مطالبی که قرار هست توی این کانال در موردشون صحبت بکنیم، یکی از موضوعاتی که معرفی شد پیش نیازهای رشد گفتار و زبان کودک بود. برای اینکه کودک بتونه گفتار رو یاد بگیره، زبان رو یاد بگیره، به یک سری پیش نیازها نیاز داره. مثلا چی؟ اینکه باید از لحاظ مغزی سالم باشه، مشکلی نداشته باشه. از لحاظ شنوایی که بتونه گفتار رو بشنوه، باید مشکلی نداشته باشه. راه‌های عصبی باید سالم باشن و اندام‌های گفتاری، هر آنچه که برای تولید گفتار نیاز هست، حالا لب‌ها، زبان، سقف دهان، حنجره، حتی تنفس باید تنفس خوبی باشه. همه اینها جزء پیش نیازهای رشد گفتار و زبان هست. اما در کنار این عوامل یک عامل خیلی مهم هم وجود داره، عوامل اجتماعی. یعنی چه عوامل اجتماعی؟ یعنی محیط کودک و اون آموزش هایی که برای کودک فراهم میشه. در واقع رشد گفتار و زبان توی خلأ اتفاق نمیفته. باید یه محیطی فراهم بشه که توی اون محیط کودک بتونه تعامل برقرار بکنه. تعامل یعنی چی؟ یعنی یک ارتباطی برقرار بشه، پاسخی بشنوه، ببینه اون کسی که داره باهاش تعامل برقرار میکنه رو، تا بتونه از این طریق، در واقع از طریق ورودی هایی که بهش داده میشه، ورودی های زبانی، بتونه زبان و گفتار رو یاد بگیره. خب حالا این تعامل زبانی و فراهم کردن ورودی‌های زبانی برای کودک که باید توسط والدین و مراقبان کودک انجام بشه، از چه زمانی باید آغاز بشه؟ در واقع این تعامل بلافاصله بعد از تولد باید اتفاق بیفته. شاید بپرسیم که خب اون موقع که اصلا فرزند، کودک ما درکی نداره از گفتار. درسته، از گفتار درکی نداره، ولی از همون موقع باید ورودی ها براش فراهم بشه تا بتونه گفتار و زبان رو یاد بگیره. یه نکته دیگه این هستش که گفتار ما، برقراری ارتباط ما فقط کلمات نیستن، بلکه آهنگ و لحن صدای ما هم هستن، حالت چهره ما هم هستن و کودکان، یا در واقع بهتر بگیم نوزادان، از همون ابتدا میتونن لحن صدای ما و حالت چهره ما رو درک بکنن. یعنی اگر که کودک موقعی که مادر یا پدر یا مراقب باش دارن صحبت میکنن، لحن خوشایندی داشته باشن، چهره، حالت چهره خوبی داشته باشن، این رو کودک درک میکنه و از اینجا احساس امنیت میکنه و میتونه یک تعامل خیلی خوبی رو با والدین برقرار بکنه. حالا یه سوالی پیش میاد. الان ما متوجه شدیم که این ورودی های زبانی، این تعامل تعریفش رو گفتیم. این که من یه چیزی بگم، شما یک جوابی بدین، من منتظر جواب هستم. خب اینها میشه تعامل. آیا با مثلا کارتون، با شعرهای کودکانه‌ای که برای بچه هامون میذاریم هم فراهم میشه؟ آیا اونها هم ورودی زبانی محسوب میشن و کمک میکنن به رشد گفتار و زبان کودک ما؟ جواب این سوال خیر هستش. در واقع کیفیت زبانی که از طریق تلویزیون ارائه میشه
یا کارتون هایی که با تلفن همراه کودک ما میبینه خیلی محدود هستش. کودک ما نمیتونه با اون کسی که توی اون کارتون هستش تعامل برقرار بکنه. حالت دهان رو نمیتونه ببینه، حالت چهره‌ای اونجا دیگه معنا نداره. نمیتونه واکنشی نشون بده، نمیتونه منتظر باشه یک جوابی بگیره و همه اینها اون خصوصیت تعاملی بودن گفتار رو که نیاز هست برای ورودی زبانی کودک از بین میبره. مطالعات مختلف هم نشون دادن که دیدن تلویزیون، تماشای تلویزیون توی سنین پایین یک ارتباط در واقع معکوس داره با رشد گفتار و زبان. مثلا توی یه مطالعه‌ای توی تگزاس مشخص شده که در واقع این تماشای تلویزیون توی سنین پایین با رشد ضعیف‌تر مهارت‌های زبانی توی بچه‌ها همراه هستش. ما انتظار داریم که بچه‌ها توی سن 2 سالگی حدوداً 50 تا کلمه رو بتونن بیان بکنن. همچنین باید بتونن که کلماتی که بلدن رو با همدیگه ترکیب بکنن. مثلا چی؟ مثلا آب بده. 2 تا کلمه با همدیگه ترکیب شده. یا مثلا بابا رفت. باز دوباره 2 تا کلمه با همدیگه ترکیب شده. پس ما انتظاری که از یک بچه 24 ماهه داریم این هستش که حدوداً 50 کلمه رو بتونه بیان کنه و بتونه به صورت محدود، نه حالا خیلی زیاد، کلمه ها رو با هم دیگه ترکیب بکنه. بچه هایی که این 2 تا توانایی رو ندارند در این سن، ما بهشون میگیم لیت تاکر ها، یعنی تأخیر دارن در گفتارشون. این بچه ها در واقع لیت تاکر ها حدوداً 10 تا 20% از بچه های 2 ساله رو شامل میشن. در واقع 10 تا 20% بچه های 24 ماهه لیت تاکر هستن. حالا از اینها 1/3 حدوداً میتونن این تأخیر رو تا 3 سالگی جبران بکنن و توی 3 سالگی مشابه بقیه بچه های همسنشون صحبت بکنن. به این بچه ها که میتونن این تأخیر رو جبران بکنن به صورت خود به خودی، ما میگیم در واقع لیت بلومر ها، یا میتونیم بگیم بچه هایی که زبانشون دیر شکوفا میشه. اما حالا این بچه ها در معرض یک خطر دیگه هم هستن. درسته که گفتارشون رو، در واقع زبان بیانیشون رو، زبان کلامیشون رو تا 3 سالگی تونستن تأخیرش رو جبران بکنن، اما والدین باید حواسشون باشه به یک زبان دیگه‌ای که بعداً قراره شروع بشه، زبان نوشتاری. اون موقع هم اینها ممکنه که مشکلاتی رو نشون بدن که والدین این بچه ها باید حواسشون باشه به این مشکلات که ممکنه، نه قطعا، ممکنه ایجاد بشه و اون موقع بتونن حالا راه حل مناسب رو برای اون مشکل که توی سنی که بچه داره خوندن و نوشتن رو یاد میگیره اگر اتفاق افتاد حواسشون باشه که حالا راهکارهای مناسبی رو براش پیدا بکنن. یه سوالی که به وجود میاد این هستش که آیا بچه های لیت تاکر نیاز به بررسی گفتار درمانی دارن یا خیر؟ تحت یه شرایطی بله، این بچه ها باید به وسیله یک متخصص گفتار درمانی ویزیت و ارزیابی بشن. حالا این شرایط چیا هستش؟ اولین شرط این هستش که این بچه تا 30 ماهگی همچنان نتونسته کلمات بیانیش رو افزایش بده، نتونسته کلمه ها رو با همدیگه ترکیب بکنه و ترکیب های واژگانی یا جملات کوتاه درست بکنه.
یه مورد دیگه این هستش که توی خانواده این کودک در واقع سابقه مشکلات زبانی وجود داره. پس این بچه هم باید مراجعه بکنن والدینش به یک گفتار درمانگر تا براش ارزیابی‌های تخصصی انجام بشه. یا اینکه یه نشانه دیگه‌ای که در واقع به ما نشون میده، به مای والدین نشون میده که بچه‌مون رو باید ببریم پیش یه گفتار درمانگر، این هستش که احساس بکنیم فرزندمون توی درک گفتار هم همچنان یه کمی مشکل داره. یعنی وقتی که باهاش صحبت میکنیم خیلی متوجه گفتار ما نمیشه، البته در سطح سنی خودش. یا مثلا کلماتی که بقیه بچه‌های همسنش دارن بیان میکنن را حتی نمیشناسه. یعنی اگه من مثلا اسم یه وسیله رو بگم، اون نمیتونه اون وسیله رو تشخیص بده. یا یه چیز دیگه‌ای که خیلی جالب هست، بازی‌های کودک هستش. هر کودکی توی هر سنی یک سری بازی‌های مخصوص به سنش هم داره. یعنی اگر که فرزند ما بازی‌هاش متناسب با سنش نیست و در سطح پایین‌تر هست، باز این یه نشانه خطر هستش. مثلا چی؟ مثلا فرض بکنین که کودک دیگه توی یه سنی باید بتونه نماد سازی بکنه. این خیلی مرتبط هست با رشد زبان کودک. نماد سازی یعنی چی؟ یعنی توی اون سنین ابتدایی بچه ما واقعا مثلا یه اسباب بازی اسب باید باشه که باهاش اسب سواری بکنه، ولی از یه سنی به بعد میتونه حتی از یه چوب، از یه مثلا جارو، چوب جارو استفاده بکنه و به عنوان نماد اسب براش کار بکنه. این نماد سازی خیلی مهم هستش. پس این هم شد یه در واقع نشانه دیگه‌ای که اگر که ما توی فرزندمون دیدیم بهمون داره علامت میده که باید کودک ما توسط یه گفتار درمانگر بررسی و ارزیابی بشه. یا اگر که یه سری عواملی وجود داشته باشن، مثلا اگر که کودک ما زودتر از موعد مقرر به دنیا اومده باشه، یا اگر که محیط کودک یک محیط چند زبانه هستش، یا اگر که والدین یا مراقب کودک اون ورودی های زبانی کافی و با کیفیت رو برای بچه فراهم نمی کنن. پس این عوامل و همه اون مواردی که گفتیم اگر که وجود داشت، نشون میده که کودک ما اگر که لیت تاکر هستش باید توسط یک متخصص گفتار درمانی ارزیابی بشه و نظر تخصصی در مورد رشد گفتار و زبانش داده بشه. حالا اینکه چه تصمیمی گرفته میشه، ممکنه که اون کودک با توجه به نتایج ارزیابی‌ها نیاز داشته باشه که براش جلسات درمانی منظم گذاشته بشه، یا اینکه نه، نظر تخصصی این میشه که با توجه به نتایج ارزیابی‌ها جلسات درمانی منظم و هفتگی رو کودک نیاز نداره، اما نیاز هستش که به صورت دوره‌ای، مثلا هر 3 ماه یک بار یا هر 6 ماه یک بار ویزیت بشه و دوباره ارزیابی بشه که ببینیم این تأخیر جبران شده یا اینکه جبران نشده و بعد دوباره توی هر ویزیت در مورد مرحله بعدی تصمیم گرفته بشه. پس ما متوجه شدیم که اون ورودی زبانی که به کودک داده میشه توسط والدین و مراقبان کودک باید یه سری ویژگی‌های خاصی داشته باشه. توی ویدیوی بعدی در مورد این ویژگی‌ها، اینکه دقیقاً گفتار والدین چطوری باید باشه، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه صحبت می‌کنیم.